بذار سایت همیشه رو سرم باشه، قرار ما شب جمعه باشه. حسین جانم، حسین جانم، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا سید المرسلین و زبت النبی، السلام علیک و علی ابن عمک و اخیک علی امیر المؤمنین علی زوجتک خدیجة الغراء ام المؤمنین علی بنتک فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی، السلام علیک یا ابا عبدالله، على الأرواح التي حلت بفنائي، على أخيك العباس، على أختك زينب، على الأئمة من ولك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، علي بن موسى محمد بن علي، علي بن محمد الحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي رحمة الله. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین عزیز، مراسم معنوی بعثی مقام اعضا رهبری رو با احترام به حضور گرامیتون اعلام می‌دارم. مراسم روزانه سخنرانی و عزاداری به همراه قرائت زیارت عاشورا هر روز بلافاصله پس از نماز صبح در همین مکان مقدس برگزار می‌شود. روایتگری تصویری حماسه عاشورا ساعت 10 صبح هر روز در خیمگاه. جلسه ویژه برای روحانیون و مداحان عزیز کاروانها امروز رأس ساعت 10 صبح در بعثی مقام معظم رهبری. مراسم پرفیض دعای توسل به همراه مراسم سخنرانی و عزاداری امشب پس از نماز مغرب و عشا در سرداب مطهر حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام. خواهران محترمه از درب شماره 8 و برادران گرامی از درب شماره 9 وارد شوند. شرکت در این برنامه‌های روح افزا رو به عموم مؤمنین و عاشقان اهل بیت توصیه می‌کنم. هدیه به روح همه شهدامون، امام الشهدا، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، اموات و درگذشتگان خودتون. رحم الله من قرأ الفاتحه و الاخلاص مع الصلوات.